آقای محترم، این بحث دیگه تمومی کنیم. آقا سیاسفیدی هیچ فرقی نداره، فقط تنها رنگ پوستن و لباس بلوچی و لباس فارسی هیچ فرقی نداره، یا لباسن یا پارچین. بعد شمس نظر سیاسفیدی خدا ساخشنه، خلقت خدا ناب و عیب بگیری که شما داری عیب گفتنیه. انسان باید عیب مردم نگیره، بزرگترین گناه کبیره. حالا یک دماغی کجن، یک رنگ پوستی سیان، یک لوکن، یک بلندن، یک هر طوری هستن، خدا خودی ساخشنه. شما خیمه گوی تو اکسپلور مو چکاره کنی، تو زشتی فلان. آقا وقتی خدا ساخشنه من دوست دارم هنر نمایی کنم، تمام برو